تا حالا روبروی یه زن نشستی و حس کردی داره یه سیگنالای مخفی بهت میده؟ شاید خودش نگه ولی رفتارهاش لوش میده که چقدر تو فکرته. امروز میخوام 10 نشونه ای رو بگم که اگه دیدی بدون اون زن داره از درون برای تو میسوزه. این ویدیو رو تا آخر ببین چون قرار ذهنت رو منفجر کنه. نشونه اول، لمس لبها. یه زن وقتی ناخودآگاه لباشو لمس میکنه یا آروم لب پایینشو گاز میگیره بدون داره از درون یه چیزی بهت میگه. این حرکت ساده اما قوی یعنی یه چیزی تو وجود تو داره فکرشو درگیر میکنه. شاید خودش هم نفهمه ولی بدنش داره لوش میده که تو ذهنش یه جای خاصی داری. دومی، تغییر توی ظاهره. دیدی وقتی میخوای کسی رو تحت تاثیر قرار بذاری ناخودآگاه یه دستی به موهات میکشی یا لباستو مرتب میکنی؟ خب وقتی یه زن تو رو میبینه و یهو شروع میکنه به مرتب کردن موهاش، صاف کردن لباسش یا حتی آروم آروم رژ لبش رو چک میکنه، یعنی حضور تو باعث شده بخواد بهترین خودش بشه. این یعنی توی چشاش یه جذابیت خاصی پیدا کردی. اگه تا اینجای ویدیو حس کردی یه نفر تو ذهنت اومد که این نشونه ها رو داره، پس یعنی داریم درست میریم. یه لایک بزن که بدونم تو هم این سیگنال ها رو گرفتی و بریم سراغ بقیه نشونه های داغ‌تر. سومی، لمس کردن شماست. لمس های کوچیک اما معنیدار. وقتی یه زن به بهونه‌های مختلف بهت دست میزنه، مثلا موقع خندیدن بازوتو آروم لمس میکنه یا با یه لبخند میاد گرد و خاک خیالی رو از لباست پاک میکنه، بدون این تماس ها تصادفی نیستن. این یعنی داره ناخودآگاه میگه دوست دارم بهت نزدیکتر بشم. رسیدیم به مورد چهارم، تغییر در صدا. اگه دیدی وقتی باهات حرف میزنه صداش یهو آرومتر و نرمتر میشه یا حتی یه کوچولو زیرتر صحبت میکنه بدون داره با صدای ملایمش تلاش میکنه توجهت رو جلب کنه. این تغییر کوچیک یه جور سیگناله که میگه میخوام توی ذهنت خاص باشم. مورد پنجم، تعریف‌های غیر مستقیم. یه زن همیشه مستقیم نمیاد بگه که ازت خوشش میاد، اما اگه شروع کنه به تعریف‌های ریز و زیرپوستی مثل چقدر این رنگ بهت میاد یا صدات خیلی آرام بخشه، بدون که داره راهو باز میکنه تا تو قدم جلو بذاری، این تعریف‌ها یه جور دعوت به نزدیکتر شدنه. بازی با اشیای اطرافش. وقتی با یه زن حرف میزنی و میبینی داره با گوشواره‌هاش لیوان قهوه یا حتی موبایلش ور میره، این نشونه استرس یا هیجانه. یعنی حضور تو یه تأثیر خاص روش گذاشته و اون داره تلاش میکنه اون حس رو کنترل کنه. ولی باور کن این هیجان مخفی خیلی بیشتر از چیزی که فکرش رو میکنی معنا داره. خب تا اینجا 6 تا نشونه رو گفتیم. حالا نوبت شماست. تو کامنت ها به هم بگو تا حالا کسی این رفتارهای مرموز رو باهات داشته یا خودت این ترفند رو زدی. منتظر داستان هاتون هستم ببینم کی بیشتر سیگنال میده. مورد هفتم، خنده های طولانی و بیدلیل. اگه یه زن به ساده ترین حرفات میخنده یا حتی وقتی شوخی خاصی نمی کنی باز یه لبخند پهن رو صورتشه، بدون این خنده ها فقط واسه این که خوش بگذره نیست، این یه جور تلاش ناخودآگاهه برای اینکه بهت نشون بده چقدر از بودنت لذت میبره و میخواد اون لحظه طولانی تر بشه. حواست به فاصله ها باشه. اگه دیدی توی جمع همیشه کنارت میشینه یا موقع حرف زدن یه قدم جلوتر میاد، بدون داره ناخودآگاه مرزهای شخصیشو میشکنه. این یعنی دوستت داره و میخواد نزدیکتر بشه، نه فقط فیزیکی بلکه احساسی. مورد نهم خیلی جالبه، آینه کاری احساسی. یکی از جالب ترین نشونه ها آینه کاری احساسیه.
اگه وقتی لبخند میزنی اونم لبخند میزنه، یا وقتی لحن حرفات جدی میشه اونم همونطور واکنش نشون میده، بدون که داره ناخودآگاه هم فرکانس باهات میشه. و مورد آخر، تغییر در نحوه نشستن. زبان بدن هیچ وقت دروغ نمیگه. اگه دیدی وقتی باهات حرف میزنه بدنش رو به سمتت خم میکنه یا پاهاش رو به سمت تو متمایل میکنه، بدون که این یه نشونه قویه. این یعنی حضور تو براش جذابه و ناخودآگاه داره تلاش میکنه بهت نزدیکتر بشه. خب اینم از 10 نشونه مخفی که بهت میگه یه زن داره از درون میسوزه و میخواد بیشتر از یه گفتگوی ساده رو باهات داشته باشه. اگه این نشونه ها رو دیدی، بدون که چراغ سبز گرفتی. این ویدیو براتون چطور بوده؟ خوشحال میشم نظرتون رو توی کامنت ها بخونم. ویدیو رو لایک کنین و اگه براتون مفید بوده و دوستش داشتین حتما با دوستانتون به اشتراک بذارین. اگه فکر میکنین همه چیزو درباره انتظار مردها میدونین، صبر کنین. توی ویدئوی بعدی قرار 10 چیزی رو بهتون بگم که مردها در رختخواب واقعا از خانمها انتظار دارن. چیزهایی که شاید هیچ وقت به زبون نیارین. این ویدیو رو از دست ندین چون میتونه رابطتون رو متحول کنه. پس کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو روشن کنین.